امریکا میخواهد، انگلیا میخواهد، ژاپن میخواهد که مسلمان ریشه کن کنه، لیکن مسلمان صاحب دارد، خدا دارد، خدا پشتیبانش میشود. انشاءالله اینا ریشه کن میشوند. اینا هیچ وقت غالب بالای ما و شما نمیآیند. وقتی که خدا خود میگه همه شما بی‌پروا باشین، ای امت تاجیکستان، ای مردم تمام مسلمان بی‌پروا باشین که من خود قرآن فراوردم، من خود قرآن روان کردم، من محافظه قرآن هستم. اینا کسی تا قیامت نابود کردن نمیتونه، کسی نمیتونه. برای چی ما بی‌پروا هستیم؟ برای چی بی‌پروا هستیم؟ ما استوار به همین آیت هستیم که خدا خود وعده میکنه که ما پشتیبان مسلمان هستیم، ما پشتیبان قرآن هستیم، ما تکیه به همین آیت داریم. خدا میگوید تا وقتی که من خود این چراغ پوف نکنم، این چراغ تا زمانی که من خود خاموش نکنم، اینا هیچ کس خاموش کردن نمیتونه. این چراغی هست که کسی را پوف میکند و خود میسوزد. هیچگاه قرآن نمیسوزد، اسلام نمیسوزد، اسلام شکست